ای مردم، ما یک امضایی کردیم در زمان همین اعلیحضرت بزرگوار، اومدیم 3 تا جزیره رو نوشتیم اکوپاید، اشغال. هیچ کسی این کارو نمیکنه. الان ببینید دلمون نمیکنه. الان برم توی داوری لاهه ما محکوم میشیم. ناصرالدین شاه این کارو نکرد، مظفرالدین شاه این کارو نکرد، پادشاهان قبلی نکردن. نوشته اکوپاید، یعنی سربازان ایرانی جزیره را موقتا اشغال میکنن. همین شاهنشاه معظم یک قراردادی رو امضا کردن، واقعا ننگ این مملکت. زمان پهلوی این کار شد. زمان پهلوی اخیراً دیدم این تلویزیون‌ها میگن که دولت جمهوری اسلامی این کار کرده. نه، اون زمانی که گفتن آقا 3 تا جزیره اینا خیلی ناراضیان، اومدن گفتن آقا 2 تا جزیره است از اینا که زیر آب میره. گفتن خیلی خوب، اشکالی نداره، این 2 تا جزیره زیر آب نمیره. یکشون وسعتش 8 کیلومتره و یکشون وسعتش 12 کیلومتره. زرکو اسمشو کردن زرقا، آریانا رو کردن سیل ابونعیر. توجه، الان همه رو نقشه هستش. بله. و بعد خیلی جالبه خانم، ما نمیدونستیم روزی 550,000 بشکه نفت دارن از اون جزیره دومی میگیرن. پر از منابع. ای مردم ایران، ثروت این مملکت رو دارن میدزدن، طلبکارم هستن.